سلام و درود به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی ما. خوش آمدید به برنامه روزنه فکر. مهمانان و بینندگان گرامی که حالا ما را تماشا میکنید، امروز ما یک موضوع مهم اجتماعی را به بررسی میگیریم که زندگی هزاران خانواده تاجیک را فرا میگیرد. مهاجرت کاری به روسیه برای شهروندان تاجیکستان نه تنها یک راه نجات از مشکلات اقتصادی شده است، بلکه یک وسیله زنده ماندن برای بسیاری ها شده است. یعنی زنده ماندن از گرسنگی و از ناداری. اما سالهای آخر شدت گرفتن تحریم ها علیه روسیه که اکثری مهاجران تاجیک برای کار بر روسیه سفر می کنند، تغییرات سیاسی و شرایط نو مهاجرت در این کشور مهاجرین کاری تاجیک را با مشکلات نو روبرو کرده است. وقتی که از مشکلات گریخته آنها به وطن باز میگردند، با سوال مهم روبرو میشوند: اکنون چی باید کرد؟ با وجود تلاش های زیاد در سمت اقتصادی، مشکلات نارسایی جایهای کاری در تاجیکستان یکی از مسئله های داغ روز باقی مانده است. امروز ما در این برنامه کوشش میکنیم به عامل های اصلی این وضع نظر اندازیم و راه های احتمالی حل آن را دریافت کنیم. محترم بینندگان، امروز در برنامه ما برای محاکمه جنبه‌های روانی مسئله‌های داغ روز درباره مهاجرت کاری و نارسایی جایهای کاری در تاجیکستان شخص حضور دارد که در این موضوع تجربه و دانش‌ها دارد. مهمان ما سیاستمدار و روانشناس باباجان قیمزاد با تحقیق جنبه‌های روانی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان اهمیت می‌دهد و راه‌های برقراری وضع کاری در کشور را مورد آموزش قرار داده است. باباجان قیمزاد به واسطه کار خود نه تنها وضع مهاجران کاری تاجیک را در روسیه می‌خواهد روشن‌تر کند، بلکه اینچنین می‌خواهد درباره مسئله‌های اجتماعی، اقتصادی و فراهم آوردن جایهای کاری نظر خود را ابراز نماید. حالا ایشان را به برنامه خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید اکی بابا جان به برنامه روزنه فکر. سلام و درود به شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. حالا طبق سیاست همین برنامه ما، من به شما فرصت میدهم که پیش از همه شما نظر خود را در این باره که مطرح کردن میخواهیم در این موضوع امروزه، بازگشت مهاجران به تاجیکستان، مهاجران کاری تاجیکستان، چون وضعیت در روسیه یک کم متشنج شده است و نبودن جای کار در تاجیکستان چی پیامدهای وجود دارد و چی باید کرد. از 10 دقیقه بیشتر می شود تا 15 دقیقه شما نظر خودتان را میگویید و بعد از آن با هم سوال جواب میکنیم. بفرمایید. جان برای دعوت و برنامه و تشکر میکنم برای مطرح کردن این موضوع. واقعا موضوع خیلی موضوع مهم است و نیاز به تحقیق و بررسی های خیلی خیلی بیشتر از اینها دارد. پیش از آن که با وارد موضوع شویم، چون این برنامه ما با یک سنه بسیار مهم و با یک روزی خیلی ارزشمند برای ملت ما رست می آید. تقریبا ما در روزهای استقلالیت کشورمون قرار داریم. من به همه مردم تاجیک این استقلالیت، روز استقلالیت رو تبریک میگویم با تمام کمبودی هایش و امیدوارم که ملت تاجیک به استقلال واقعی خود میرسد. خب پیش از آن که چگونه که شما مطرح کردید درباره برگشت مهاجران از روسیه به وطن صحبت کنیم، بیایید یک بار به همین پدیده مهاجرت نگاه کنیم. وقتی اگر ما به پدیده مهاجرت همچون یک پدیده عمومی ملی نگاه کنیم، میبینیم که امروز 80% مردم تاجیک یا زهر این پدیده رو چشیده است یا با آن خو گرفته است و این متاسفانه خیلی
تأثیری منفی در زندگی قشر زیادی از مردم ما گذاشته است. و هر وقت که ما درباره مهاجرت صحبت میکنیم طبیعی است که برخی گروه‌های پیدا میشوند و برمیخیزند به دفاع از این پدیده و میگویند که اگر شما میگویید که این مهاجرت در همه جا وجود دارد، از کشورهای دیگر هم مردم مهاجرت میکنند. مهاجرت امروز یک پدیده صرف خاص ملت تاجیک نیست، از دیگر کشورها هم مهاجران وجود دارند و شروع میکنند به عادی سازی مهاجرت و شروع میکنند به شکل همون مردم رو در همین راستا آرام کردن. یعنی میخواهند مردم رو آرام کنند که مهاجرت یک پدیده، یک خطر، یک تهدید نیست. چرا چنین میکنند؟ اگر ما درست نگاه کنیم، در روانشناسی، در علم روانشناسی یک نظریه هست و معنای نظریه درماندگی آموخته شده یا اینکه learned helplessness به زبان انگلیسی میگویند. این چی نظریه است؟ بر اساس این نظریه یکی از روانشناسان معروفه که همراه به نام مارتین سلیگمن همراه همکارانش در امریکا یک تحقیقاتی انجام دادن. اونها یک تعداد سگ‌ها رو داخل یک قفس کردن و در داخل قفس یک تگمه را گذاشتن که سگ‌ها در حالت مثلا زیاد گرسنه ماندن میتونستن که با اون تگمه رو فشار دهند، در باز شود و اونها سگ‌ها از اون بیرون شوند. بعداً یک تعدادی از این سگ‌ها همه سگ‌ها عادت کردن به این. بعداً یک تعداد از این سگ‌ها رو بیرون کردن، بردن به یک قفس دیگر جا کردن. در قفس دیگر شوک الکتریکی وارد میکردن و دقیقاً همون تگمه وجود داشت، ولی این بار وقتی که شوک الکتریکی به قفس وارد میشد دیگر در باز نمیشد. حتی اگر سگ‌ها با اون تگمه فشار هم میدادن دیگر در باز نمیشد. سگ‌ها به این عادت میکنن که راه فرار و خروج از اینجا وجود ندارد و اونها باید این شوک رو تحمل کنند. سگ‌ها به تحمل کردن شوک عادت میکنن، میمونن. یک مدت به همین منوال میگذرد و بعداً سگ‌ها رو برمیگردونن به نزد سگ‌های دیگری که آنها با هم بودن و این بار باز شوک رو به همه قفس وارد میکنن. در این مرحله وقتی که شوک وارد قفس میشود، سگ‌هایی که در قفسی باقی مانده بودند اونها خود رو به هر طرف میزنند، به تگمه فشار میارند و از قفس خارج میشوند. سگ‌هایی که شوک را تحمل میکردند و دیده بودند که تگمه در را باز نمیکند، حتی تلاش برای نمیکنند که همان تگمه رو فشار دهند و با وجود اینکه میبینند که سگ‌های دیگر خارج میشوند، اونها در جای خود آرام میمونند و تحمل میکنند شوکی با وجود آمده را. به همین خاطر به این نظریه گفته می شود نظریه درماندگی آموخته شده. این بر چه اساس است؟ اول اینکه سگ‌ها آموختند که این در قفس باز نمی شود. دوم اینکه سگ‌ها آموختند که کار بجز تحمل کردن این شوک الکتریکی از دستشان بر نمی آید. دقیقاً همون چیزی که اگر ما به این نظریه نگاه کنیم میبینیم که استراتژی اجتماعی کشور ما تقریبا بر همین اساس پایه‌ریزی شده است و حرکت میکنند. برای مثال بیاییم یک بار برای روشن شدن این مسئله یک بار ما دقیق تر نگاه کنیم. مثال بیاریم. وقتی که یک کودک در مکتب درس میخواند و در مکتب‌های ما در بخصوص در فصل زمستان از طلبه ها طلب میکنن که پول هیزم بیارید، پول پرده بیارید، پول ریموند بیارید، پول این بیارید، پول اون بیارید و این کودک ها وقتی از مکتب به خانه میآیند از مادران خود، از بیبی های خود، از اون کلانترهای خود طلب میکنن که به آنها پول فرموده مکتب رو بدهند و
این کلانترها چیکار میکنند؟ در اولین فرصتی که پیش میآید این صحبت مطرح می شود، اونها زنگ میزنند به روسیه، به مهاجر زنگ میزنند به روسیه و میگویند که ما باید پول این رو بدهیم، پول اون رو بدهیم، یا اینکه میگویند که پولی که پدرت از روسیه فرستاده است همون بیارنده به مثلا به این برای پول مکتب رو بدهیم. میگویند صبر کن که پدرت از روسیه پول فرستاد، بعدا این پول مکتب رو برده میدی. عملا در اینجا به کودک آموخته می شود. درماندگی آموخته شده در کودک چگونه شکل میگیرد. این کودک آموخت که هیچ مشکلی او در داخل تاجیکستان، در داخل کشورش حل نمی شود و مشکل او تنها از روسیه حل می شود، با یک زنگ تلفن باشد یا با صحبت باشد یا با هر چیز دیگر. این است که مردم ما در اینجا یاد میگیرند چرا انا همون درماندگی آموخته شده در ذهن یک جوان، یک کودک، یک طفل شکل میگیرد و با انا همین ذهن این کودک بزرگ می شود، با انا همین نگاه این کودک بزرگ می شود و می بیند که در کمی بعدتر دیگر راه بجز این ندارد که خودش هم به روسیه برود. یعنی او الکی آموخته است که در داخل کشور هیچ مشکلی او حل نمی شود و او از دستش کاری بر نمی آید. او باید برود به روسیه تا مشکلات خودش رو، مشکلات خانواده‌اش رو، مشکلات خواهر و برادرش رو حل کند. و به همین خاطر این درماندگی آموخته شده در نسل امروزه ما متاسفانه شکل گرفته است و متاسفانه با کمال تاسف باید بگویم که درماندگی آموخته شده میتواند شخصی باشد، میتواند عمومی باشد. در شخصی هم این چیز شکل میگیرد، ولی در ما بیشتر به شکل عمومی است. در شخصی این است که یک نفر خودش فکر میکند که امروز نمیتواند یک کاری رو انجام بدهد و کسی دیگر میتواند به او کمک کند و وقتی که یک کس به او کمک کرد مسئلهش حل میشود. ولی در درماندگی عمومی شخص به این نتیجه میرسد که درماندگی آموخته شده عمومی به این شکل است که فرد به این نتیجه میرسد که حتی دیگران هم نمیتوانند به او کمک کنند و دقیقاً همین درماندگی آموخته شده عمومی امروز متاسفانه در جامعه ما شکل گرفته است. وقتی که کودک بزرگ می شود، مهاجر می شود، نسل به نسل در ما الکی شکل گرفته است. در مدت 30 سال این درماندگی الکی شکل گرفت متاسفانه و به روسیه می رود، مهاجر می شود. دوباره در مهاجرت هم به شکل دیگر شروع می شود درماندگی آموخته شده را تلقین کردن به این مردم. چگونه؟ وقتی که یک مهاجر در مهاجرت در روسیه، در خارج از وطن با مشکل روبرو می شود و به نهادهای مربوطه کشورش مراجعت میکنند. نهادهای مربوطه کشور هم با جای اینکه مشکل او را حل کنند یا دوباره از اون پول میکشن میگیرن با رشوه و با این و اون، یا اینکه با تهدیدش میکنن که باید در این باره صحبت نکند، ساکت باشد، یا به شکل دیگری. و این الکی به این نتیجه میرسد که شکایت کردن او و به یگان نهاد مراجعت کردن او هیچ فایده ندارد و او باید این تحقیر، این تهدید، این مناسبت غیر انسانی را تحمل کند و اینجا شکل میگیرد خوی غلامی. اینجا شکل میگیرد انا همون نظریه درماندگی آموخته شده. این گروه مهاجر ما رو طبیعتاً سوق میدهد به سوی غلام طبیعتی، به سوی سرفکندگی، به سوی بیچارگی، به سوی تحقیر و به همین شکل یک ملت سربلند تبدیل می‌یابد به یک ملت غلام، به یک ملت سرفکنده، به یک ملت بی‌جرأت، بی‌جسارت. و بعد از این وقتی که مهاجران به وطن هم برمیگردند، در وطن مشکل رفع نمی شود. اونها در وطن وقتی برمیگردن، شما یک بار تصور کنید که مردم ما اگر در کشورهای پیشرفته، مثلا مردم در کشورهای پیشرفته کار میکنن، در طول سال کار میکنن و یک ماه مرخصی میگیرن و برای استراحت به دیگر کشورها میرن. ولی متاسفانه امروز 80% مردم ما تقریبا میتوان گفت که
شاید مبالغه باشد 80%، ولی حداقل 60% مردم ما امروز همین گونه است که اونها بیشترین ماه‌های حیاتشون رو در مهاجرت در کار میگذرونن و 3 ماه و اون رو در خارج از کشور و فقط 3 ماه یا 4 ماه اون رو میآیند به وطن و در وطن خودشون مثل سیاح رفتار می شود با اونها خودشون هم مثل یک توریست احساس میکنند در وطن خودشون. چرا؟ چون که اونها در اکثری وقتی که در بیرون بودند اونها خود را در اونجا صاحب وطن میبینند. اونها زندگی خودشون رو در خارج در مهاجرت پیدا کردند. مشکلاتشون در مهاجرت حل می شود. اونها در اصل مهاجرت رو، اون سرزمین بیگانه رو یک جای امن، یک پناهگاه، یک مشکل کشا میبینن، ولی وطن خودشون رو جایی میبینن که در اونجا هیچ مشکلی اونها حل نمی شود و باید اونها اونجا مثل مهمان، مثل یک توریست بیایند و بروند. این حالتی است که در مردم ما امروز با وجود دارد و ما شاهد اون هستیم که متاسفانه خیلی خیلی برای مردم، برای امروز برای مردم ما علم آور است و ما نمیتوانیم ببینیم یک برنامه رو که برای از بین بردن پیش راه این پدیده رو گرفتن یا این پدیده رو کمرنگ کردن در مقامات ما در کشور ما عملی شود. حالا اگر برگردیم به اصل موضوعی که مهاجران ما به وطن برمیگردن، برگشتن مهاجران به وطن خودش برای حکومت ما، برای کشور ما میتواند تهدیدی بزرگ باشد. چرا؟ چون که امروز در شرایط فعلی که ما میبینیم روسیه در جنگ با اوکراین قرار دارد و اقتصادش مورد تحریم های زیادی از طرف کشورهای دیگر قرار دارد و اقتصادش دچار خیلی بحران های عمیق شده است و شاهدی آن هستیم که حکومت روسیه هم بسیاری از مهاجران را از شهرهای خود بیرون میکند، از کشور خارج میکند بدون هیچ پرسش. ما شاهد هستیم، از مهاجران میبینیم، از ویدیوها و از صحبت‌های مهاجران میشنویم که مقامات روسیه خیلی با بی احترامی مهاجران تاجیک رو امروز دستگیر و دپورت میکنند، از کشور از روسیه اخراج میکنند و این روند روز به روز بیشتر میشود. و وقتی که مهاجران به وطن به خصوص با پیش آمدن زمستان که علاقه فصل برگشت مهاجرین هست، دیگر شاید مهاجرین به روسیه برگشت چون دچار مشکلاتی بیشتر شود و این خود یک تهدید میتواند باشد برای کشور ما برگشت مهاجران. چرا؟ زیرا که برگشت مهاجران برابر با چیست؟ برابر با این است که بیکاری میافزاید در کشور ما، مردم بیکار زیاد میشود، فقر بیشتر میشود، مردم اقتصاد کسادتر میشود، خانواده ها فقیرتر میشوند و همه این به آن میرساند که دزدی در کشور زیاد شود، جنایتکاری بیشتر گردد و این طبیعی است. این چیزی است که این رو هیچ کس انکار نمیکند. این یک فالبینی یا پیشبینی یا پیشگویی نیست. این علاقه فکت هایی هست که این در روانشناسی و علم جامعه شناسی اینها ثابت شدن که بیکاری نتیجهش بالاخره به جنایتکاری و به اینها میبرد و فقر بالاخره به همین چیزها می انجامد. بنابراین حکومت ما میتواند، اگر حکومت تاجیکستان در این زمینه فعالیتی درست پیش برد، میتواند که این تهدید رو، همین تهدید به برگشت مهاجران رو به یک فرصت تبدیل دهد و از این تهدید همچون یک فرصت استفاده کند و برنامه رو حل کند. چگونه؟ پیش از همه باید که حکومت تاجیکستان با همون عهده‌داری های اجتماعی خودش که باید یک حکومت، یک دولت برای ملت خودش دارد، باید برگردد، عمل کند و برای مهاجران، برای مردمی که برمیگردن و بیکار میمونن، حداقل بیمه سلامتی یا اینکه همون استراخوفکای طبی رو تامین کند و برای مردم شرایطی فراهم کند که آنها بتوانند به پول حداقل در بعضی در تاجیکستان طبابت بگیرند. حداقل برای آنها، البته اگر حکومت تاجیکستان اعلان میکند که
اون در اونجا تیب رایگان است، ولی همه میدونیم که چگونه رایگان است. به همین خاطر برادران عزیز، بینندگان محترم، یک نکته مهم هست که مقامات کشور باید به این نکته ها خیلی توجه زیاد نمایند. بخصوص فضای سیاسی کشور رو بازتر کنند، با مردم رابطه بهتر برقرار کنند، زیرا که ما میدونیم که در برزم این که بیکاری می افزاید، فقر می افزاید و مردم برمیگردند، مقامات کشور هم از همون سیاست مشتی آهنین کار میگیرند و با مهاجران، با مردم کشور، با یک سیاست خشن، با مناسبت خشن که برقرار میکنند، یا اینکه رشوه خوری که در کشور وجود دارد، این میتواند مزیدی بر علت باشد و روند را بدتر کند. در همین خاطر باید فضای سیاسی بازتر شود. حکومت اگر میخواهد این تهدید را به فرصت تبدیل کند، باید که با مردم بیشتر همکاری کند. در مرحله بعدی میتواند با کشورهای آزادتر، با کشورهای مترقی دیگر پیمان همکاری بندد، به آنجاها مهاجران را برای کار سفربر کند. اگرچه این پدیده میتواند باز هم ادامه همون سیاست باشد، ولی حداقل این است که در کشورهای پیشرفته ما میبینیم که مناسبت انسانی با مهاجر وجود دارد و مهاجر با مهاجر همچون یک انسان دوم درجه یا همچون یک انسانی به اصطلاح پست مناسبت نمی شود و هر یک انسان، چی مهاجر باشد، چی مقیم باشد، چی کارگر باشد، چی یگان کارفرما باشد، همه حقوق خود را دارند و اون حقوق ها در کشورهای دیگر رعایت می شود و خوب است که حداقل مردم ما را از این حالت تحقیر و فشارها بیرون بیارند. مسئله دیگر این است که مردم ما وقتی که میبینند تجربه این کشورها رو، کشورهای پیشرفته رو میبینند، برمیگردند و از اینجا اون مناسبت درست به کار رو یاد میگیرند، تعلیم میگیرند و یک شکل همون تئوری یا نظریه درماندگی آموخته شده در مردم ما شکسته می شود. زیرا در روسیه مردم ما بیشتر چی رو یاد میگیرند؟ فریب، باید که یک طرز روز کار کردن رو یاد میگیرند، فریب رو یاد میگیرند، باید به شکل فریب کنند و وقت بگذرانند و این چیزهایی است که متاسفانه در بسیاری کارخانه‌های بزرگ روسیه وجود دارد و اکثر مهاجران کاری در این باره صحبت میکنند و وقتی که به اروپا میآیند و با اونها صحبت میکنیم میبینیم که آنها از آن شکایت میکنند، میگن که ما در اینجا اینقدر زیاد کار میکنیم و چون که در اونجا عادت کرده است به فریب. مردم مهاجر در روسیه یک پدیده بسیار منفی دیگر این است که فریب کردن، مناسبت نادرست با کار رو گرفته است و این اگر به مهاجر به کشورهای پیشرفته بیاید، حداقل مناسبت درست با کار، با وقت، با این رو یاد میگیرد و میتواند برای درمانی همون درماندگی آموخته شده ملت ما این چیزها کمک خود را رساند. خب شوکت جان، به فکر من زیادتر صحبت کردم، اگر شاید مسائل خیلی زیاد است برای صحبت، برای گفتن، ولی در ادامه صحبت ها اگر بیان کنیم شاید برای بیننده هم بسیار خوب، کمتر جالبتر شود، خسته کننده نشود. بسیار خوب، تشکر زیاد. خیلی از چیزهایی بود که در اینجا گپ‌های نو بودن، خصوصا همین درماندگی آموخته شده. من این خیلی فهمیدم که یک درماندگی است که انسان با آن تن میدهد، دیگر راه رو نمیبیند، میگوید بوده شد همین است. اما برای شما همچون روانشناس اینجا میگفتید که برای رهایی از این درماندگی آموخته شده چی باید کرد؟ چی راه‌های یعنی توصیه های علمی روانشناسی وجود دارد که از این ورطه انسان میتواند با استفاده آن توصیه ها بیرون براید؟ البته برای درماندگی ها راهکارهای زیاد وجود دارد. در چگونه که گفتیم درماندگی می شود شخصی، می شود عمومی، می شود باز درماندگی اجتماعی، ولی در عموم اگر ما به شکل در حال حاضر به همین پدیده درماندگی
آموخته شده عمومی نگاه کنیم در جامعه خودمان، من فکر میکنم برای این کار فرهنگی و کار اجتماعی لازم است. حکومت باید برنامه‌های بیشتر روی دست بگیرد. ما در این اواخر من میبینم که بعضی از شخصیت‌ها با احتیاط هم باشد میخواهند که جایگاه انسان رو در جامعه، حتی حداقل جایگاه زیایی مثل معلم، مثل نمیدونم شاعر، نویسنده، مثل بعضی شخصیت‌های جامعه رو بالا ببرند و اگر با خیلی، بازم تاکید میکنم، میخوان خیلی احتیاطکارانه این عمل رو انجام بدهند، ولی این میتواند یکی از اون درمان ها باشد. و درمان این درماندگی در واقع چی است؟ باید در داخل تاجیکستان یک نوجوان وقتی که در مکتب میانه میخواند دیگر مشکلش رو در روسیه حل مشکلش رو در روسیه نجوید. اون باید حل مشکلش رو در داخل کشور بتواند پیدا کند و این شرایط باید برای او فراهم کرده شود. حداقل از نگاه فکری و روانی باید به اون کودک به یک شکل یاد داده شود. حداقل در مکتب ها باید این برنامه روی دست گرفته شود که به کودک آموخته شود، به کودک آموزانده شود که او میتواند در داخل تاجیکستان هم جای کاری مناسب پیدا کند، شغل مناسب پیدا کند، درآمد مناسب پیدا کند، مشکلش را حل کند. و این میتواند اولین قدم ها برای همون رهایی از درماندگی آموخته شده در جامعه ما باشد. ببینید شما به ضیائیان اشاره کردید، به ضیائیان، به اهل سخن، به شاعر و نویسندگان اشاره کردید. بسیاری هم گفته می شود که تاثیر سخن در همین روان انسان خیلی بزرگ است. تاثیر سخن و حالا در تاجیکستان این تاثیر سخن فقط برای پشتیبانی یا که برای رکلام یک نفر و یک توده معین، یک قشر معینی جامعه صرف میشن، نه برای ملت. و تمام امکانیت های بوده و قوه سخن تنها برای یک نفر یا همون گرد اطراف او صرف می شود. فکر نمی کنید که آیا زبان اهل ضیا، زبان شاعر و نویسندگان یک کمتر صدایشان آزادتر می بود و می توانستند دانستگی های خودشان را بگویند و می توانستند برای همین درماندگی ها، مثلا درماندگی های آموخته شده یا اینکه از جهت روانی یعنی رو به ضعف آوردن جمعیت را با تاثیر سخن، با همون برآمدها در شبکه‌های تلویزیونی، در شبکه‌های اجتماعی یک کمتر تاثیر بخشند و از میان ببرند. البته درست است شوکت جان، من متاسفانه چنین یک پدیده در جامعه ما وجود دارد و این خاصی جامعه‌های دیکتاتوری است و پدیده مثبتی که من در اینجا مشاهده میکنم این است که خوشبختانه حالا با احتیاط هم باشد بعضی از ضیائیان پیدا شدن که درباره جایگاه معلم امروز صحبت میکنیم. بله. و جایگاه معلم اگر در وقتی چیزی که من حاضر گفتم که حتی از مکتب این درماندگی آموخته می شود، اگر جایگاه معلم بالا رود، معلم میتواند نقش بسیار مهم در از بین بردن این یا اینکه درمان این پدیده، یعنی که همون درماندگی آموخته شده داشته باشد. و برای همین من فکر میکنم که بعضی شخصیت ها در جامعه هستند که اگرچه خیلی با احتیاط، باز تاکید میکنم خیلی با احتیاط، ولی به این نکته ها تاکید میکنم که این فکر میکنم آغازی خوب است. حداقل در حال حاضر میتواند یک تأثیر مثبت در جامعه داشته باشد. حالا ببینید شما درباره پول پرسیدن کودکی که مکتب میخواند از مکتب میباید برای نیازهای مکتب در خونهش پول میپرسد، شما یک مثال آوردید، خیلی به من تاثیر کرد. ببینید یک کودک وقتی که از اهل بزرگان خونهش مبلغ طلب میکنه، در اونجا میگویند که تمام بر روسیه زنگ بزنم اکاد میفرستد یا پدرت میفرستند یا اینکه از روسیه پول بیاید، پول فرستنده شود بعد به تو میدیم.
یعنی یک کودک، شما با اشاره به اون کردید که یک کودک دویم می‌بیند که همون برهم دادن نیازها و برآورده کردن نیازها این مربوط روسیه است، ربط دارد به روسیه، ربط دارد به مهاجرت و برای از بین بردن نیازها باید مهاجر شد. بله. حتما متاسفانه همین است. کودکی حتی در مکتب، حتی یک کودکی که مکتب میرود تا ختم کردن مکتبش به این تصور به وای میرسد که یعنی نیازهای او رو برطرف میکردگی این یگانه مهاجرت است. همین خیلی به من تاثیر کرد و متاسفانه شوکت جان یک نکته مهم در اینجا این است که امروز ما البته در شب و روز استقلال کشور قرار داریم. این پدیده بسیار بسیار خطرناک است برای استقلالیت فکری و روانی مردم ما. این وابستگی فکری و روانی ملت رو به وجود آورده است. علاقه ملت ما، مردم ما خودش رو مستقل از روسیه احساس کرده نمیتونه. بله. علاقه اون وابستگی روانی و فکری در این قشر نوجوان، قشر نورستی ما علاقه شکل میگیرد که این خیلی خیلی خطرناک است. بله. و جا دارد که به این مقامات نمیدونم مسئولین دقت جدی بدهند. حالا در تاجیکستان احوال این است. در روسیه تاجیک به تحقیر، به تهدید دچار می شود و باز هم شما اشاره به اون کردید که همون درماندگی آموخته شده در تاجیک وجود دارد و به همه این تحقیر و تهدیدها آموخته می شود و گویا اینکه بود و شد زندگیش همین است و باید که به این تحقیر و تهدید راضی شد و حتما میگوید که خیر زندگی همین است، یعنی سختی دارد و یعنی اومدیم که راه پول یافتن همین بوده است. اگر میخوای پول یابی حتما پول کار کنی، حتما به این تحقیر و به این تهدیدها، به این پسزنی ها، به این سرخمی ها باید تن دهی. اما راه حل این چیز همه راه حل میجوید. هرچند مثال بگیریم پرسیده می شود چی باید کرد، چیکار کنیم که از این حالت نجات یابیم، لیکن در اصل در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت ها، در همون گفتمان های متخصصان، زیائیان یک راه حل درست گفته نمی شود. به نظر شما داریم ما یگان راه حل یا نه، یا نداریم که هیچ کسی چی نمیگوید؟ متاسفانه شوکت جان در این مسئله ما باید بیشتر کار کنیم، مخصوصا مهاجرانی که در اروپا قرار دارند. من یک مثال برای شما میارم، مثالی خیلی برای خودم شخصا خیلی عجیب بود. وقتی که در همین کشور لیتوانی با چند نفر روبرو شدم، با چند نفر تاجیکان و با اونها صحبت کردم و فهمیدم که اونها رو یک کارفرما فریب داده است. در کشور اروپایی این چیز خیلی به اصطلاح نادر است چنین مشکلات. وقتی که با آنها صحبت کردم گفتم که اینجا روسیه نیست، شما میتوانید شکایت کنید، شما بیایید برای شکایت کنید، حقتون میتین، یگان مشکل نه ما را دپورت میکنن، ما این خیلی و انا همون درماندگی آموخته شده به حد زیاد شده است که در اروپا آمده است و از کارفرما میترسد، در حالی که چنین چیزی از شکایت کردن میترسد. این علاقه به یک چی بگم، به یک واقعیت روانی است، یک به جزئی جدایی ناپذیر شخصیتی تاجیک تبدیل شده است که باید همه تحقیر رو بپذیرد و به هیچ جا شکایت نکند، زیرا اگر شکایت کند به ضررش تمام میشود. این در ذهن ها نشسته. بله، ولی وقتی که من با اصرار اونها رو بردم و خواهش کردم، گفتم شما اگر هر چی شد من جواب میدم، شما بیایید بالا برید. وقتی رفتن شکایت کردن و اونها حق و حقوقشون رو گرفتن و کارفرما حتی اونها رو از کار اخراج نکرد. بعدن آمدن گفتن ما واقعا اینجا دیگر خیلی بوده است، میشید از شکایت کرده حق آدم چیزی بگیره. و از همینجا بود که من با اونها گفتم هر کسی که میبینید از تاجیکا میاین
و اون تاکید کنید که بدون قرارداد کاری کار نکنند. بله. یگان چیز نماند که کسی در سرش بالاش زور بگن. این حق شما است و اینجا اروپا است، اینجا یک کشور عضو است. شما حق دارید که با حقیقتتون رو طلب کنید. شما حقیقتتون رو طلب میکنید. اینجا یگان کس شما را حق ندارد که از شما مثل غلام کار بکشد. شما و این منتالیته باید تغییر داده شود. این به اصطلاح چنین مناسبت ها باید که تغییر داده شود. من میبینم بعضی هموطنان رو میبینم که در کشورهای اروپایی هم میآیند کار میکنن، به این طرف اون طرف میروند، باز هم متاسفانه با همون تفکری که در روسیه شکل گرفته است با همون وارد اروپا میشوند و اینجا خود را دچار مشکل میکنند. بله. و باید مثل روسیه یعنی به حقوقی و بدون غیر قانونی زندگی کنند، در قید نمانند. بله متاسفانه برای همین میگم که این بر عهده ما است که بیشتر کار کنیم و میبینم که ما در این سمت کمکاری میکنیم و یعنی همین چیزها فکر نمیکنید که یک احساس مسئولیت شناسی در ما در سطح پس نگویم هم در سطح لازمی نیست؟ درست است. یکی از مسئله ها میتواند همین باشد که احساس مسئولیت پست است، ولی این به این شکل هم نیست دیوت شوکت جان، چون که ما در لیتوا کوشش کردیم که با هر کارگری که میآید جمعیت تاجیکان در لیتوا تشکیل شده است. اعلان کردن که اگر هر کسی با مشکل برمیخورد مراجعت کند. ما با شخصانی را که در همین ساحه خیلی تجربه داشتند، کار کردند با مهاجران در لیتوا، البته ساختار اداری لیتوا را خوب میدانستند، ما اونها رو موظف کردیم که با مهاجران کار کنند و هر چی کمک لازم باشد اونها با اونها مطرح کنند، با اونها کمک رسانند. ولی مهاجران از یک طرف دیگر، مهاجران کاری از مهاجران سیاسی میگریزند. این مشکل هم وجود دارد. این هم هست. این برای ما وقتی که میگم که ما باید بیشتر برای این کار کنیم، من منظورم این است که مهاجران کاری و دیاسپورای بیرونی با هم همکاری کنند بیشتر، یا حداقل حکومت وقتی که مهاجران رو از مهاجران کاری رو از مهاجران سیاسی جدا میکند، حداقل برای اونها یک خدمت‌های حقوقی یا خدمت‌های به اصطلاح همون چی میگن ادوکاتی و نمیدونم دیگر فهماندهی لازمه رو در کشورهای اروپایی تامین کنند. ولی این چیزها وجود ندارد متاسفانه. ما بالای این باید کار کنیم. بسیار ملت ها، حتی قرغیز ها، ازبک ها در اکثریت کشورهای اروپایی آفیس های حقوقی خود رو دارند که اساساً بیشتر به دفاع حقوق همملتان و هموطنان خود چی دارن؟ مشغولیت دارن. اما ما تاجیکان متاسفانه نمیدونم در کجا داریم، خیلی کم داریم همین خیلی آفیس هایی که دفترهایی که برای دفاع حقوق مهاجران مشغول می شود. من فکر میکنم در این باره هم بیشتر نفرانی که در اروپا هستن، نوبسته از همون فکر و اندیشه های سیاسی خود، نوبسته از دیگر مسائل ها، باید این مسئله اندیشیده شود و بالایش باید کار کرد. به نظر من، نظر شما چی است در این باره؟ میدونی شوکت جان، من تجربه شخصی هم میگم، چیزی که من مشاهده میکنم و چند مدت است که من واقعا در این باره میخوام یک چیزی بنویسم، ولی باز هم استحاله میکنم از بعضی چیزهای دیگر، ولی واقعا جای صحبت آمد باید مطرح کنم در اینجا. ما در لیتوا یک دپارتمنتی نمیشود که محض همین مسئله های، حالا که شما به این اشاره کردید که از شخصان سیاسی می‌هراسند، نمیشود که در همین باره اعلان کرد که تمام مسائل سیاسی همین در کار بار مهاجران، سفر مهاجران، آمدن مهاجران، کار کرده رفتن آنها، همین مسئله های سیاسی در اروپا مطرح نشود؟ یا اینکه چی راه‌های وجود دارد که به یکدیگر باور کنیم، به یکدیگر کمک کنیم و در اینجا تاجیکان یک جای پای یابند، آزادانه نفس کشند و از دستی کسانی که در اینجا هستند زندگی میکنند چیزی بیاید، کمکی بیاید کرده توانند. درست است شوکت جان. من علاقه ما در وقتی که در لیتوا مثلا جمعیت تاجیکان رو تشکیل کردیم،
اصلا جمعیت سیاسی نیست و هیچ کس در اونجا حق ندارد از سیاست صحبت کند یا درباره چیز دیگر صحبت کند. صرف مسائل فرهنگی و اجتماعی و کمک در عموم به اولیه‌های تاجیک، مخصوصا مثلا یکی از پدیده‌هایی که امروز خیلی ما را نگران کرده است، ما در لیتوا با اون مشغول شده ایم، بیشتر آموختن زبان تاجیکی است که فرزندان مهاجران در هجرت زبان تاجیکی رو گم کردند و ما کوشش کردیم امروز خیلی در این سمت فعالیت کنیم با فرزندها، با کودکان تاجیک مهاجرین که امروز علاقه زبان تاجیکی رو خیلی در سطح خوب یاد گرفتن بیشتر اونها. و متاسفانه یک مشکلی که ما داریم شوکت جان در اینجا، ما یک دپارتمنتی اقلیت‌های ملی داریم در لیتوا و اون با همه اقلیت‌های ملی که در لیتوا وجود دارن همکاری میکنه. بله این دپارتمنت دولتی است و با همه اقلیت‌های ملی که در این کشور وجود دارن همکاری میکنند، از جمله با تاجیکان هم. وقتی که ما در این دپارتمنت اقلیت‌های ملی میرویم، برنامه برگزار میکنیم و چه کارهای دیگر میکنیم، باور میکنید که بهترین برنامه رو تاجیکان برگزار میکنن، بهترین برنامه‌های فرهنگی رو تاجیکان برگزار میکنن و اونها واقعا میبینن و میگن که تاجیکان یک تشکل خیلی قوی هستن، خیلی خوب هستن، این مسائل رو درست میفهمن، درک میکنن و خیلی زیاد توجه میکنن به جمعیت تاجیکان. ولی در مقابل ما مشکلی چی رو داریم؟ تاجیکانی که مهاجران کاری که میآیند از مهاجران از جمعیت تاجیکانی ما فاصله میگیرن و میروند اونها در بعد وقت این فاصله گیری باعث چی میشود؟ این به ضرر تمام ملت و کشور ماست. میشود این باعث این میشود که یک گروه تاجیکان میروند با دیاسپورای قرقیزها، یک گروه تاجیکان میروند با دیاسپورای ازبک ها، یک گروه میروند با دیاسپورای چچن ها، یک گروه میروند با جمعیت های ترکی، یک گروه میروند. همه تاجیکان در هر گروه ها پراکنده و جمعیت تاجیکان میماند یک جمعیت ضعیف، کم توان و کم فعال و اونهایی هم که به هر طرف میروند معلوم نیست که اونها رو در چی هدفهای استفاده میبرن گروه های دیگر. اون گروهی که تاجیکانی که میروند با قرقیز و ازبک و چچن و داغستانی و ترک و عرب و دیگر میپیوندد، از کجا معلوم که اون به کدام گروه میپیوندد؟ او به کدام ایدئولوژی پیوست میشود؟ اون به کدام سمت کشانده میشود؟ از او در کجا سوء استفاده میشود؟ اون رو کی میتواند دیگر پیش بینی کند یا این رو یعنی این هراس‌ها را در دل مردم تاجیک حکومت جا کرده است، اما برایش فرق ندارد، فقط از همون رقیبان خودش مردم گریزان باشد، مردم هراسان باشد، فاصله گیرد از رقیبان خودش که آنها همین رقیبانش هموطنان خودش هستند، در فکر وطن هستند، اما برایش فرق ندارد که اینها به پیش قرقیز میرن، قزاق میرن، ازبک میرن، چی ایدئولوژی رو در سر میپرورن، مثلا گریم به خود قبول میکنن، در خود فرق ندارد که اون داعشی میشود، طالبانی میشود، بله داعشی میشود، مثلا گریم عقیده های تروریستی اکستریمیستی رو از خود میکنند، برایش فرق ندارد. ولی همین بیماری به فکرم در روسیه هم همین طور شدگی است و همین رو میخوان در اروپا هم همین طور باشد. به نظر من این است که باید به مهاجران، حالا به موضوع اصلی برمیگردیم، حالا نظر شما رو دانستم میخوام همین مسئله. به نظر من این است که به مهاجران باید توصیه داده شود که وقتی که به مشکلات دچار میشوند، یگان حجت نگاری رو طرف هم نمیروند یا اینکه به مشکلات کاری در مهاجرت در اروپا گرفتار میشوند، حتما به تاجیکان خود، به اونهایی که در سیاست مهارت دارن، مدار دارن و در مسائل حقوقی یک چیز رو در این همون وطنی در کشور اروپایی میدونن، به همونها پیش از همه رو بیارن. و دویم چیز حق ندهند که در همون باورهای سیاسیشان یک نفری که به او درباره مسائل حقوقی رو آورده است برای باورهای سیاسیش تاثیر نرساند. اگر میخواهد با خواهش خودش یعنی با همون فهم و درک و ذکاوت خودش، اما هیچ وقت یک نفر را
حق ندهد که بالای اون نه تاجیک نه قرغیز نه ازبک نه یک نفر دیگر نه مخالف تاجیکستان با او فکر نظرهای خود را اندیشه های خود را تحمیل کند و این توان را اگر تاجیکان ما داشتگی باشند خیلی کار آسان میشد به نظر من. بله، من در همین تایید دیگه که شما یک نکته به یادم آمد، همین چند دیروز بود تقریبا خوندم جایی که عبدالفتاح سیسی پرزیدنت مصر که تمام حکومت قانونی قبلی مصر رو که یگانه حکومتی بر اساس انتخابات سر قدرت آمده بود برکنار کرد، مرسی رو زندان کرد و حکومت رو غصب کرد، به اصطلاح یک دیکتاتور به تمام معناست. دیروز اعلام کرد که تمامی زندانیای سیاسی اخوان المسلمین رو آزاد میکند و باید به این مسئله بررسی شود. بعد دادگاه خود دستور داده است و نهادهای قانونگذار و عدلیه گفته است که بررسی کنند و ببینند و اینها رو آزاد کنند. میدونید چرا؟ چون که در مرزهای مصر جنگی اسرائیل و فلسطین رفته است و اسرائیل مرز غزه با مصر رو گرفته است. در اونجا سربازانش حضور دارند. احساس خطر کرد و با وجودی که تمام مشکلاتی که به سر اونها آورد، چقدر اونها رو در واقع به قتل رسونده بود، شهید کرده بود مردم زیاد رو سیسی هم، ولی با وجود این میخواهد که از این زندانیای سیاسی رو آزاد کند و این روند رو ادامه دهد تا یک پارچگی ملت مصر رو در مقابل خطر احتمالی که از سوی اسرائیل احساس کرده است با وجود بیارد. بله. ببین یک تهدید الکی اون رو به این واد داشته است که در اینجا چنین شکل بگیرد، ولی حتی در روزهای دشوارترینی که بین قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا جنگ اعلان شد، حکومت ما کمترین انعطاف رو در مقابل زندانیای سیاسی، در مقابل مخالفین سیاسیش از خود نشان نداد. بله. یعنی برای اونها حتی از تهدید یک کشور بیرونی به امنیت ملت، تهدید خارجه به داخل، تهدید یک نیرو به قدرت آنها اولویت بیشتر دارد. مخالفی که به قدرت آنها تهدید میکند خطرش رو بیشتر از آن میدونن که امنیت کشور تهدید میشود. یک پارچه زمین متاسفانه طرز یک قسم جغرافی وطن از دست برود برایشان مهم نیست. بله، که قسم سرزمین وطن را از دست میدهند ولی اون با گذشت در برابر مخالفینشان راضی نمیشن. متاسفانه این طرز نگاهی یک به اصطلاح دیکتاتور امروزه است. متاسفانه شما درباره این گپ زدید که تاجیکان ما مثلا در روسیه کار میکنن، برای کار در روسیه خیلی عادت کردگی هستن، اما برای کشورهای نسبتا آزادتر با وجود اینکه در روسیه تحقیر میبینن، تهدید میبینن، سرکوب میشوند، پلیس مناسبت بد دارد، خودی اهالی علیه حالی حاضر مردمی قطاری حتی مناسبت های بد را سر کردن. با وجود همین مهاجر میرود بر روسیه اما رو نمیبیارد به کشورهای نسبتا آزادتر. چرا؟ البته من فکر میکنم که مهاجر رو میارد. گفتن که حالا ببینید گفتن که مثلا این ویزا وجود دارد، آمد و رفت مشکل است، چند مشکلات های مثلا بوروکراتی دارد و دیگرها، اما فرض کردیم همه این مسئله ها حل شد، حالا حل خودش رو یافته ایستاده است، مردم ویزا گرفته اومده ایستادن برای کار، خیلی آسان شده است اومده ایستادن، چرا نمیبیایند؟ ببینید شوکت جان، متاسفانه این یک کمبودی در مردم ما هم هست، نباید این را نادیده گرفت. ما وقتی که برای چی ما صادر کننده ارزان ترین نیروی کار هستیم؟ میدونید شما چرا؟ چون که ما به مهارت ترین یا اینکه به اصطلاح همون به هنر ترین مهاجر رو صادر میکنیم و این مصیبت است. برای این
باید حکومت تاجیکستان، من یک مثالی در همینجا در ذهنم اومد، باید این را دقیق تر بگم. همین ژاپنیا وقتی که از طرف متفقین یا از طرف امریکا و اینها ضبط شد، شکست خورد در جنگ و خواست دموکراتیا رو به وجود بیارد که به یک کشور پیشرفته تبدیل شود، اولین کاری که کرد میدونی چیکار کرد؟ ژاپنیا از تمام کشورهای اروپایی آمد و منیجرها، متخصصهای اداره، منیجرها را از کشورهای اروپایی، نه اینکه اونها را به اصطلاح قرض گرفت یا اونها را با پول کلان اجاره کرد، اونها را برد به ژاپنیا و بر اساس همون پیشنهاد و به اصطلاح تخصص همون منیجرهای اروپایی، ژاپنیا توانست که در یک مدت کوتاه یک نظامی رو به وجود بیارد که ژاپنیا امروزه رو ساخت و همون نظام ها، ارزش های دموکراتی رو با فرهنگ سامورایی ژاپنی تلفیق کردن و ژاپنیا امروزه رو یا که ژاپن امروزه رو به وجود آوردن و امروز ما به همین گونه به اصطلاح رفتار نیاز داریم، ما به همین گونه عمل نیاز داریم. چرا؟ ما به کسانی نیاز داریم که اگر حکومت تاجیکستان واقعا میخواهد که دیگر از این پس صادر کننده نیروی ارزانی کار نباشد و به جای این متخصصان خوب رو به جامعه های پیشرفته حتی بفرستد، باید که در ساحه های مثلا شما میدونید امروز در اروپا خیلی پیشرفته است در ساحه آیتی یا پروگرامیستی. بله. چرا حکومت تاجیکستان نمیبرد در داخل تاجیکستان یک نهادی رو بسازد، یک مثل یک کالجی که میدونم حالا میگویم که در ما کالج ها هست، تکنیکوم هست، فلان هست، دیگر هست، ولی از اونجا هیچ متخصصی درستی حسابی، یک متخصصی جوابگویی به اصطلاح همون در سطح بین الملل از اونجا بیرون نمی آید. برای این لازم است که در تاجیکستان مرکزهای عمل کنند که همین گونه متخصصهای با کیفیت، جوابگوی سطح بین المللی از اونجا صادر شود. باور کنید من از تجربه میگم، من به این باور دارم، ولی نظری من یک کمتر باز چطور است. من یک تجربه که خودم دارم شوکت جان، نبودن برق در تاجیکستان، حالا شما درباره آیتی تکنولوژی صحبت کردید، همین نبودن برق در تاجیکستان، همین شب روزها و مردم برق نداشتنش در 4-5 سال من بعد تاجیکستان رو در سطح بین الملل به یک مخاو تبدیل می‌دهد. یعنی مردمش تماما تکنولوژی معاصر رو استفاده برده نمیتونن، در سطح بین الملل مردم واردی تکنولوژی معاصر می شود، همه چیز بیزنس، تجارت، معاملات، همه چیز وابسته آیتی تکنولوژی می شود. مردم تاجیک چرا آیتی تکنولوژی رو نمیدوند؟ برای اینکه برق نداشت. به یک مردم رو با همین حال به یک مخاو در 4-5 سال من بعد تبدیل می‌دهد. این فایده هایی که 20 میلیون، 30 میلیون یا 200 میلیون، 300 میلیون از فروش برق به کشورهای همسایه گرفته شده است، تاجیکستان شاید در 4-5 سال من بعد میلیارد ضرر می‌بیند تاجیکستان که شاید با میلیاردها هم جبران کردن نتواند. از اون سبب که مردم از این چیز دور میماند و نمیتواند دیگر جایگاه خودش رو در سطح بین الملل پیدا کند. خیلی این دهشت انگیز است. نمیدونم برای چی در این باره اندیشه نمیشود یا یگان راههای دیگرش رو پیدا کردگی هستند. من چی رو میخواستم بگم شوکت جان در ادامه، من باور دارم که اگر چنین شرایط در کشور به وجود آورده شود، همون IQ مردمی ما خیلی بالا است. واقعا این یک واقعیت است. وقتی که من امروز چون من همچون یک روانشناس وقتی با همین فرزندای تاجیکی که در هجرت قرار دادن بسیار صحبت میکنم، درباره درس هاشون، درباره مکتبشون، در اینو میپرسم، کنجکاوی میکنم، من مشاهده میکنم که در همین جا 90% فرزندان تاجیک مهاجر در اروپا، حتی در حال حاضر در همین لیتوا و پولش رو میدونم بیشتر،
و همون کسایی که میشناسم 80% اونها در مکتب اول یا دوم نمره هستن. بله یا خواننده اول هستن یا دوم. بله همینطور. و این واقعیت است که امروز نشان میدهد که این استعداد، این IQ، همه این در این ملت وجود دارد. این ظرفیت در ذهن و روان و فکر و اندیشه این ملت وجود دارد. فقط برای این ملت باید شرایط رو فراهم کرد. پس میتوان با ساختن بعضی مرکزهای به اصطلاح همون آموزشی در داخل کشور هم متخصصان بهترین رو با متخصصان سطح بین المللی رو از کشور به دیگر کشورها فرستاد و دیگر همچون نمیدونم یک مهاجری صادر کننده مهاجری بیسواد معرفی نکنیم تاجیکستان رو در دنیا، بلکه تاجیکستان رو مثل که امروز ما اگر نگاه کنیم هند چگونه است، واقعا اگر یک بار به همین کشورهای اروپایی و آمریکا نگاه کنید 80% همین آیتی پروگرامیست ها یا اینکه همین متخصصای ساحه تکنولوژیا هندوها هستن یا پاکستانی ها هستن یا از ساحه داروسازی و این چیزا. این واقعیت هست. یا مثلا شما اگر دقت کنید 1% خیلی زیادی همین مردم دکترها و انجینیرهای همین ساحه های تکنولوژی مختلف ایرانی ها هستن. بله به نزدیکی در آلمان وقتی که ضدیت جدی به مهاجران پیش اومد یکی از همون دپوتات ها یعنی وکیل پارلمان برآمد کرد گفت که شما اینقدر مهاجران رو سخت میگیرید به اینها سختگیری کرده شود و به جای اینها شخصانی خودی بومی به کار گرفته شوند. میگوید شما تصور کنید که 30% متخصصان ساحه طبی آلمان این ایرانی ها هستند. بله 30%. وقتی که شما آیا متخصص دارید که 30% کارمندان ساحه طب رو که فارس ها هستند یعنی ایرانی ها هستند به جای آنها به عوض آنها شما الटरनेटिव دارید؟ در وقتی که میگید ما یک مهاجر داریم از همین لیتوا، در همین لیتوا درس خونده است، با زبان روسی لیتوانی مکتب خونده است، ولی در آلمان با زبان نمیسی امروز طب میخواند. بله ما این گونه مهاجر داریم که چند سال همگی در اینجا بوده است، همگی نمیدونم 2 سال مکتب خونده است همگی در اروپا، ولی امروز در دانشگاه آلمان با زبان نمیسی طب میخواند. ما این گونه تاجیک داریم. یعنی اینها استعدادهایی هستند که ظرفیت‌هایی هستند که در ملت ما وجود دارند. یعنی یکی از راه‌های اساسی همین برآمدن از این سرخمی، برآمدن از این ورطه‌های تحقیر و تردید و اینها، یعنی بلند برداشتنی همون سطح یعنی کاردانی خود، سطح تخصص خود. دقیقاً باید برای این از بین بردن این درماندگی آموخته شده ما بیشتر همون اعتماد به نفس رو به مردم خود چرا ما چنین نیستیم؟ فکر میکنید تنبلیم؟ نه، من فکر نمیکنم ما تنبل باشیم، چون که اونهایی که مردمی که میآیند در اینجا در اروپا، مثلا همون باز مثال میارم همون فرزندانی که امروز در مکتب‌های اروپایی درس میکنن، چرا اونها در جای اول از همه بهتر درس میکنن؟ آیا اونها تنبلن؟ نه، شرایط همون ساخته است. چگونه که گفتم این یک درماندگی آموخته شده است، از گذشته، از مکتب، از اون جاها سرچشمه گرفته است آمده است، ولی حالا این نسلی که در اروپا مکتب میخواند به شکل دیگر ساخته میشود. ذهنیتش، اون تاثیر، اون درماندگی در این وجود ندارد. این برای خودش یک کرامت رو میبیند، این خودش رو در اینجا انسان احساس میکند، خودش رو آزاد حس میکند، میداند که میتواند رشد کند، پیشرفت کند. مثلا بلند پروازی‌هایی که فرزندان ما دارند واقعا برای من خیلی عجیب است. خیلی برای خودم شخصا مثلا پسر من هوس میکند میرود از با پاراشوت از سمالیات میپرد مثلا در اروپا آزاد. در یک مثلا کشوری مثل تاجیکستان میتوانست این کار رو انجام دهد؟ یا مثلا امروز دانشگاهش رو دوام میتید؟ یا مثلا بچه‌ای که اینجا هستن چگونه گفتم مثلا دختری که در لیتوا درس میخواند امروز در آلمان پزشکی میخواند. یعنی این وجود دارد، این تنبل نیست که این رو با وجود آورد، این رو میخواند به این شکل. ولی
چرا باید که ما این رو در چیز بجویم؟ این شرایطی است که در همون بستر جامعه برای ملت ما چنین به وجود آورده است که این درماندگی آموخته شده رو در مردم شکل میدهد. آخرین من سوال. تاکید کردم که مکتب از همه رول مهم دارد و این باید اصلاح شود. آخرین سوال. شما درباره برنامه حمایت از خلاقیت صحبت کردید. یعنی خلاقیت یعنی چی باید کرد؟ این برنامه چگونه برنامه است؟ ببینید شوکت جان، ما اگر همین من واقعا در وقت در یوتیوب و در همین چیزا و شبکه‌های اجتماعی بعضی ابتکارها یا خلاقیت‌های همین مهاجران رو می‌بینم، واقعا برایم خیلی علم آور می‌شود که اینها دستگیری ندارن، اینها یک جایی ندارن که با اونجا مراجعت کنن. اگر در کشور ما یک مرکز برای پیگیری و دستگیری و حمایت از همین خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها، یعنی که یک انسان وقتی یک خلاقیت از خودش نشان بدهد، مثلا درباره همین استحصال برق، ما چقدر در چیزا داریم که مهاجران ما با یک چیزهای دست یافتن، یک چیزهایی را پیشنهاد میکنن ولی اون ایده ها دستگیری نمی‌یابد، اون ایده ها در همون حد همون اولیش باقی میماند و اون از بین میرود، اون دیگه سرکوب میشود، اون شکوفا نمیشود و اینها هستن که جامعه رو میسازن. یک مسئله دیگری که خیلی برای من مهم است شوکت جان، این چی است؟ کشور ما بیشتر داد و فریاد از این میزدیم که اگر گیس روغن ساخته شود، گیس نورک تمام شود، فلان تعمیر شود و گیس های دیگر این آن شود، ما با دیگر برق دائمی خواهیم داشت، تامین کننده نیروی برق در تمام منطقه خواهیم شد، فلان و اینو وای. ولی امروز شما میدونید که در ازبکستان، فقط در ازبکستان برنامه حکومت ازبکستان این است که تا سال 2030 50% از برق خودش رو از به اصطلاح نیروگاه‌های بادی و آفتابی تامین کنند و برای این 7 میلیارد فقط سرمایه‌گذاری حکومتی با قرارداد بسته است با حکومت عربستان سعودی و یک شرکتی که در عربستان سعودی وجود دارد، حاضر نامش یادم رفت، با اون قرارداد بسته است که در 7 میلیارد باید که اینها 50% نیروی برقی خودشون از طریق نیروگاه‌های برقی آبی تامین کنند. حتی نیروگاه اتمی با شریکی روسیه ساخته شده از ازبکستان. بله، خیلی در این سمت خیلی فعالیت دارد و چند سالی بعد الکی دیگر ما بازاری همین داشته که حاضر داریم در آسیای میانه و در افغانستان و در این وای، این رو از دست میدهیم. بله. حتی دیگر ما نمیتونیم با اونها برقی ارزان یا اینکه با گفتی خودمان تامین کننده نیروی برق باشیم و این مصیبت است که متاسفانه با اون توجه نمیشود و زیاد میبینیم که پیگیری نمیکنن و حتی همین هیاهوی روغن فکر میکنم یک ایلیوزی است که به واقعیت تبدیل یافتنش خیلی مشکل است. چرا؟ مثلا حالا نگاه کنید، وقتی که به همین نوشته های متخصصان در همین وبسایت ها اهمیت میدهی، میبینی که همین استحصال قوه برق آبی، نیروگاه برق آبی خیلی آسیب پذیرتر از نیروگاه های آفتابی و شمالی و اتمی اینها هست. آب کم میشود تمام. مثلا گریم چند چیزهای تکنیکی، مسائل تکنیکی پیش می بیاید، این برق نیست یا اینکه باید کم استحصال شود، اما نیروگاه شمالی، آفتابی، اتمی اینها آسیب پذیریشون نسبت نیروگاه برق آبی نسبتاً کم است. با وجود این حالا در تاجیکستان که یک کشور آفتابی است، ما میتونیم حتی در تمام سال از آفتاب، از نیروی آفتاب استفاده کنیم، به این اهمیت جدی داده نمی شود. تاجیکستان ما 93% کوهسار است و حتما تمام سال ما شبوده رو داریم، شمال رو داریم، می شود که از این استفاده نمی کنیم. از این میبرد که هم در همین مسئله وارد شدن
یعنی وارد بودن یا که همپا بودن به زمان معاصر در ما اهمیت داده نمی شود. بله من همین که وقتی میگویم که حمایت از خلاقیت و نوآوری مهاجران باید صورت گیرد و همین معناست شاکر جان. چرا؟ چون که وقتی من یک تجربه هایی که در حیات خودم با چشم خودم دیدم خیلی برایم جالب بود. یکی از شناس های ما در مومن آباد در یکی از دهه ها که شما میدانید که تاجیکستان ما خیلی رودخانه های زیاد دارد، رودخانه هایی که آب میآید. در یکی از رودخانه ها یک نیروگاه خرد تامین برق درست کرده بود و از طریق همون خودش و چند تا همسایه‌اش برق میگرفتن و آمدند از همون حکومت محل و اون رو باز داشتن، گفتن تو باید برای این اجازت بگیری، باید این و وی و خلاصه همون ابتکار اون دوستی ما که یک خودش یک انجینیر بود واقعا هم ابتکاری اون از بین بردن و نگذاشتن که همون تامین شود. این مشکلات باید برطرف شود و برعکس باید از چنین خلاقیت ها، از چنین نوآوری ها حمایت گردد و حکومت برای حمایت این گروه ها باید که سرمایه‌گذاری بیشتر کند، باید که با مردم بیشتر صحبت کند، باید برنامه و بودجه بیشتر اختصاص بدهد و این میتواند که پیش راهی شد و برداشتن سطح دانش خود، کاردانی خود که تاجیکان بالا کردن، بلند برداشتن، بسیاری از تحقیرها از بین می رود، تهدیدها از بین می رود، سرکوبها از بین می رود و حتی از لحاظ روانی هم دیگر انسان احساس حقارت نمیکند، احساس اعتماد به نفس پیدا میکند، احساس غرور میکند و میتواند در سطح دیگر خودش رو بهتر مطرح کند. این چیزها رو به وجود میارد و این طبیعتاً به نفع ملت و به نفع مردم ما. یعنی همین کمپلکس نرخ خود رو ندونستن، قدر خود رو ندونستن، همه این از بین میرود. چی میگوید روزها نیست که سماعتین که میگویند، یعنی همین عقده حقارت، این عقده حقارت در از بین میرود واقعا. این خوب است. این راههایی هست که میتواند برای مردم ما مفید باشد و حمایت از خلاقیت و نوآوری اگر در جامعه ما بیشتر شود، من مطمئنم که ما شاهدی خیلی چیزها خواهیم بود در تاجیکستان. ما شاهدی چیزهای زیادی میخواهیم بود. حالا آخرین سوال همین است که چه چیز بود که من از شما نپرسیدم و گفتن میخواستید و به جای آخر سخن؟ سلامت باشید. با فکرم سخن زیاد است در این داخل برای گفتن، ولی امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتوانیم باز بهتر با هم صحبت کنیم و اون چه که برای مردم ما مفید است، برای ملت ما مفید است، بتوانیم اون رو بیان کنیم و همچنین بتوانیم عمل کنیم و برای از بین بردن این عقده حقارت یا از بین بردن حداقل برای درمان این چی میگویند به اصطلاح همین درماندگی آموخته شده بتوانیم قدم برداریم. بله. بتوانیم قدم برداریم و برای جامعه، برای ملت، برای کشورمان مفید باشیم. سلامت باشید. تشکر که وقتی پرقیمت خود را جدا کرده برای صحبت کردن با ما راضی شدید و امیدوارم که من بعد همین خیلی صحبت‌های جالب را دایر خواهیم کرد و با ما باشید. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهبان شما. زنده باشید. تماشاگران عزیز، با ما بودن بابا جان قیمزاد، سیاستمدار و کارشناس در مسائل روانشناسی، متخصص ساحه روانشناسی هستند که خیلی در این باره کارآموزی های خود را دارند و انشالله که من بعد از ایشان از فکر و اندیشه های ایشان درباره چگونه از ورطه های مشکلی بیرون شدن صحبت خواهیم کرد. تماشاگران عزیز، یک شما را به الله پاک میسپارم و زنده و سلامت باشید. این بود برنامه روزنه فکر در پناه خدا.